امارة ابن شهاب والی کوفه. امارة ابن شهاب غایب است؟ من دیدمش در مزرعه پرچین میکشید. معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود. آهای! اماره! آهای! اماره! چند بار گفتم که من پدرت هستم. علی عمر، علی چه؟ علی رو کشتم؟ هیچ جانت بالا بیاید، جان بکن. علی تو را والی کوفه کرده. وای دلم. والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جان؟ از عمو عمار. در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاری؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسمه چرمی میخری؟ نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟ در دولت علی معجزه ها میبینی. تو بچه جان والی پا برهنه دیده ای؟ اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم. برای تو نعلین زرد تسمه چرمی بخرم؟ خواهرت صفیه هم حتما سینه ریز میخواهد.